نمیتواند، هیچ کاری کرده نمیتواند تا روزی که امر الله روز قیامت بشه. یعنی تا روز قیامت یک طایفه وجود دارد که با وجود این همه دشمن ها، با وجود این همه بخلا، با وجود این همه مشرکین و جهلا، اینها در جایشان ثابت مستحکم در صراط المستقیم می ایستند. صحابگان رضی الله عنهم تعجب کردند از این جماعت، از این طایفه حق و رسول الله صلی الله علیه و سلم را سوال کردند که ای رسول الله صلوات الله ربی و سلامه علیه، انا همین طایفه که حق است و تا روز قیامت می ایستد، اینها کی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب سه نمود جواب را ذکر کردند که هر سیش صحیح است و هر سهش هم درست است. یکمینش آنهایی که به خاطر اقامت امر الله، به خاطر حکم الله، به خاطر تطبیق شریعت الله می جنگند. جواب دیگر گفتند اینها کسانی هستند که زمانی که مردم همه فاسد شدند و مفسد شدند و به فسادکاری مشغول هستند، انا همین جماعت حق مردم را به سوی اصلاح دعوت میکند و اصلاح میکند. و به همه من شما معروف است که بزرگترین فساد این کفر اکبر و شرک اکبر است. بزرگترین فساد این شرک است و بزرگترین اصلاح این دعوت به سوی توحید است. بزرگترین امر الله این توحید است و بزرگترین نهی و بازداشت الله این شرک است. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله فرمودند که اعظم ما امر الله به التوحید و اعظم ما نهى عنه الشرک. بزرگترین عبادتی که الله به اون همه بندگانش رو امر فرمود این توحید است و بزرگترین گناهی که الله مردم را از این گناه باز داشت و نهی کرد شرک است. شرک اکبر کفر اکبر است و شرک اصغر است. پس کسانی که در حالت منتشر شدن شرک خاموش نمی نشینند، سر می بردارند، به قدر استطاعت خود یا به قلم خود یا به زبان خود یا به دست خود می خواهند که توحید را، یکتا پرستی را منتشر سازند، اگرچه خطر به مالشان، اهلشان و به جانشان هست. انا منها از جماعت حق هستند و این جماعت کسانی هستند که اعتقادشان، عملشان، نماز و روزه و حج و زکات، اعتقاد، معامله بین همدیگر از براءت و موالات، از دوستداری مؤمنین و خرسند شدن با اونها و بد دیدن مشرکین و غمگین شدن در بین اونها انا من موحد هستند که این موحد مردم را به سوی توحید دعوت میکنند. اما این حدیث این چنین دلالت میکند که تا روز قیامت یک عده هستند که میخواهند این اولیاء الله را، اهل دین، اهل تقوا و اهل توحید را، مسلمان ها را پست بزنند، طعنه بزنند، تحقیر بکنند، چهره مسلمان ها را سیاه نشان بدهند و حق را پوشانند، پنهان بکنند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها میخواهند که به همین دهان کوچکشان نور الله را پنهان بکنند، خاموش بکنند. اما الله این نورش، این حق، این توحید، این یکتا پرستی را، لا اله الا الله را خودش واضح میکند، خودش ظاهر میکند و منتشر میکند و به همه جا میرساند، اگرچه کافرین و مشرکین و منافقین از این خوششون نمیاد، از منتشر شدن دین خوششون نمیاد، قسم به الله. اما خوش داشتن اونها یا نداشتن اونها هیچ چیزی نیست، نه در نزد الله و نه در نزد مؤمنین و موحدین، هیچ چیزی نیست. اونها
به مانند یک مگس پشه در نزد فیل هستند. یک مگس در نزد شمع هستند که میخواهند یک مگس، یک پشه میخواهد نور شمع را، روشنایی شمع را بپوشاند، نمیتواند. قناتهای مگس این قدرت را ندارد، بالاخره خودش میسوزد. عیناً همین حادثه را امروز میبینیم که این دست پرورده های شاگرد های آماده کرده شده از جانب طاغوت ها، از جانب رافضه ها، از جانب صوفی ها، از جانب حکومت های طاغوتی گوناگون وظیفه های خود را به درجه اعلا انجام داده ایستادند. قسمی به شکل ملا در بالای منبر، قسمی به شکل مفتی، قسمی دیگری به شکل رقص و بازی و شیرخوانی، قسمی دیگری به شکل هجوم کردن به اهل سنت و بازی کردن، و قسمی به شکل حزب بازی و نیرنگ بازی. این همه بالاخره ساخته یهود، نقشه یهود، که با همه این راه ها می خواهند که حق را از مردم دور بکنند. مردم بیچاره هم اگر از حزبی خلاص شوند به صوفی روبرو میشند، از صوفی هم خلاص شوند به یگان ملای طاغوت پرستی دیگر. اول خلاص شوند و حق میفهمند، گفته به ایما یا اینترنت داخل شوند، به آذری، به مدخلی، سروری. یعنی پیش از اینکه به حق بیایی، دروازه های شیطان را باید بیکوبی، زیر پا بکنی، شبهات اونها را ترک بکنی و از همه اینها براءت کنی و به بالای اونها بگذری و بیای به سوی حق. حتما باید از بالای صوفی، از بالای اشعری، ماتریدی، حزبی، رافضه، آذری، مدخلی این مشرکین بگذری، از بالای این مفتیات، از بالای این علمایی که فروخته شده خیانتکار هستند و می آیی به سوی حق، می آیی به سوی حق. معذرت خواهی میکنم، من هم خیلی سلفه نبودم، لیکن عذرم خیلی کم کم سلفه شدم. قدر الله ما شاء فعل. ببینید که من کمی این اهل بدعت رو گوش کردم. یک نفر به عثمان تایلاق سوال داد که آذری، یک کس اگر شرک بکند به ایمانش ضرر میرسد یا نمیرسد؟ تایلاق میگوید که نمیدونم. ببینید از این زیاد دیگر گمراهی نیست. شاید اون برادر دیگر همجا بود، 20 چند نفر انسان بودم یک کمی پیش. یک کس اگر شرک اکبر کند آیا به ایمانش ضرر دارد یا ندارد؟ میگوید نمیدونم. همین کفر است، این شرک اکبر است. همین در همین موضوع الله المستعان، الله المستعان. ببینید الله سبحانه و تعالی مشرکین رو در قرآن چی میگه؟ سوره مؤمنون آیه 117 رو باز کنید. والله الان همین آیه بود، خطا نکنم. یک لحظه من یک چای زکات کنم که کور شد، گلیم نفسم گشت. محمد یک تا چای بردم. جزاک الله خیر. الله سبحانه وتعالى میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. محمد شوف تستي. هر کسی که دعا بکند، دعا این عبادت یعنی یگان نمودی عبادت رو انجام بدهد بغیر الله سبحانه و تعالی، خواه رکوع، خواه سجده، خواه طواف، خواه طلب به من یک چیز ته، خواه مراجعت به محکمه طاغوتی، خواه لشکر طاغوت در اطاعت و غیره. جزاک الله خیر. یک اله غیر را یعنی یک چیزی را برابر الله کند، حق الله را به غیر الله بدهد، همین شرک است. حق الله را به غیر الله داد در حالتی که لا برهان له به، یگان دلیل ندارد به این کاری کردهش، یگان اجازت نیست، از پیش خود کرد. حساب فإنما حسابه عند ربه، حساب کتابش جزایش در نزد الله است. انه به درستی که البته همانا به تحقیق لا یفلح الکافر نجات نمیدهد کافران را. انه هو ضمیر به الله میگردد، یعنی الله سبحانه و تعالی مشرکان را که شرک اکبر را انجام دادند، هر کسانی که شرک اکبر را انجام دادند کافر میگوید و میگوید که هرگز اینها نجات نمییابند اگر در حالت شرک بمیرند. بله پیش از شرک توبه قبول است، بگیم پیش از مرگ از شرک توبه قبول است. دعوتی که ما میکنیم برای چی است؟ ما میگیم که ای انسان شرک اکبر کفر اکبر رو داری انجام میدی، تو مسلمان نیستی، مشرک هستی، توبه بکن، پیش از مرگ وقت داری، توبه بکن. زیرا که اگر توبه نکرده مردی دیگر نجات نیست. برای چی؟ برای که الله سبحانه و تعالی مشرک رو کافر گفت و گفت که برای مشرک جنت حرام است. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. بدرستی هر کسی که شرک رو انجام بدهد به الله شریک قرار بدهد. شرک چیست؟ برابر کردن غیر الله به الله، تسویت غیر الله بالله. میری سر قبر، اون چیزی که بجز الله هیچ کس به تو داده نمیتواند از قبر میپرسی. آیا فرزند رو، رزق رو، سلامتی رو، کسلی رو از تو دور کردن رو، بلای آفت رو غیر از الله به تو کسی داده میتواند؟ نمیتواند. رفتی از غیر الله طلب کردی، پس مشرک شدی، غیر الله رو با الله برابر کردی. الله میگه که انه من یشرک بالله، کسی که این کارو میکنه شرک به الله میکنه، به تحقیق جنت برایش حرام است. آذری باشد، آذری، تاجیک، این خوبسا میگوید که حتی نمیدانم که مشرک ایمانش کم میشود یا نمیشود. شرک صریح است، تحقیری، تکذیبی آیات های قرآن و سنت های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. الله سبحانه و تعالی در سوره زمر میگوید که والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هر کسی که بغیر الله یک اله دیگری میگیرد، این سخن شاید به بعضی آدم ها نافهم است، یعنی هر کسی که یگان نمودی عبادت رو بغیر الله انجام میدهد یا شرک اکبر کفر اکبر جایز میگد یا حکم الله ترک میکرد و بجاش حکم غیر الله میگیرد، به مانند حزبی ها یا به مانند اشعری ها، ماتریدی ها
اللهی که در بالای عرش است میگه ما وی قبول نداریم. میگه الله ما میگه در همه جاست، ما الله در بالای عرش بوده قبول نداریم و کسی که الله در بالای عرش بوده این بت پرست است. میگه اشری ماتریدی. صوفی ها قبر پرست است، طواف کننده در گرد قبر است. آذری ها شب و روز دفاع از مشرکین، مشرک را برادر گفتن و به اهل سنت و اهل توحید جنگ کردن است. مدخلینو انا همین خوبسا رو نظر بکنید، همشون همین آیت قرآن این کار میکنند. اینها میگن که هر کسی شرک اکبر کفر اکبر کند جایز است، یا میگن که به ایمانش ضرر ندارد. الله میگه که هر کسی که به غیر الله یک اولیای دیگری گرفت، عبادت کرد، غیر یک نمود عبادت رو به غیر الله انجام داد، که همه این طایفه های عبادت رو به غیر الله انجام دادن، همه طایفه گفتن. و بعد از همین که به غیر الله اولیا گرفت، یعنی شرک را انجام داد، کفر را انجام داد، لیکن به خودش تعویل دارد. این یک آدمی دیده و دانسته کفر شرک نکرده ایستاده است. الله میگه که والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی حجت دارد با این مشرک بیچاره. میگفت است که ما اینها را عبادت نمیکنیم مگرم به خاطر اینکه ما را به الله رساند، یعنی به خاطر توسل میگیریم یا استغاثه میکنیم. میگفت است تعویل دارد. تعویل چخیلی که وزیر میگه که تعویل عذر است، اینجا تعویل کرده است مشرکین. الله میگه که الله در روز قیامت بین اینها حکم میکند به سبب ترک کردن توحید، اختلافی که کردند به حق. اساس جای حجت رو ببینید. الله گفت که یک نفر شرک رو انجام داد، تعویل کرد و حکمش در آخر بیان کرد که با وجودی مؤول بودنش، یک انسانی که شرک اکبر رو میکند با وجود مؤول یا مقلد بودنش، الله در دامش گفت که کذبون کفر، اینها دروغگویانند و کفارند. کافرانند نه کفار. کفار هم این که کافرهای خیلی هم سخت، زیرا که بزرگترین کفر این شرک است، دشنام الله، تحقیر الله، انکار تمام نعمتهای الله و شکایت کردن الله به مخلوق، برابر کردن مخلوق به الله و غیره. ده ها نمود کفر داره. یک شرک همین رفت یک کس یک شرک کرد، 10 نمود کفر در درون همین وجود دارد. الله میگه که این کفری و دینه کفری سخت میگه. اما مدخلی چی میگه؟ آذری چی میگه؟ این تایلاقچه ها چی میگه؟ مشچه ها میگه که نمیدونم که شرک اکبر ایمان به تاثیر دارد یا ندارد. یعنی تاثیر ندارد به ایمان. یعنی اگر شرک اکبر کنیم ایمانت همین خیلی که بود گو کم خیلی میست. اعوذ بالله. لیکن قرآن دیگر چیز میگه. قرآن میگه که بسیار کسانی هستند که کفر و شرک را گمان میکنند که هدایت است و کفر شرک انجام میدهند. گمان میکنند که این حق است، این کفر نیست، این شرک نیست، این چیزی درست است، به سبب اینکه پدرش، بابایش، ملایش هم خیلی تعلیم داد، تقلید کرد یا تعویل کرد. به سبب تعویل، تقلید، جهل. سوره کهف آیه 103 4 5 نظر بگیر. الله میگه که هل ادلکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم، معذرت خواهی میکنم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا به شما تنبیه بدهم، خبر بدهم از اون کسایی که در عملهای کرده اشون خسارت دیدند. یعنی عملهای زیاد کردند لیکن این عملهایشون درد سر خودشون است، بلای خودشون است، گرفتار به بلا میشن. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، اینها کیو هستند؟ الله میگه که من به شما خبر میدم یک آدمهای بانکروت شده رو، زیان کشیده رو
عملهای زیاده کرده، رسوا شده رو. اینها کی هستند؟ اینها همون کسایی هستند که در دنیا گمراه شدند و یحسبون انهم یحسنون صنعا، اما گمان میکنند، اینو ببینید، گمراه شدند، مشرکند، کافرند، اما گمان میکنند. گمان این شک است. یظنون از شک است. یعنی گمان از چی به وجود میاد؟ یقین نکردند، اینها گمان کردند. گمان از جهل به وجود میاد، یعنی جاهلند، نمیدانند. از سبب جهل، از سبب تعویل یا تقلید گمان میکنند که انمین کفر و شرکشان هدایت است. و یحسبون، و میپندارند که انهم، انا همین خودشان، یحسنون صنع، کار خوب میکنند. یعنی شرک و کفر انجام میدن، مخالفت امر الله میبرند، اما میپندارند، گمان میکنند که کار خوب کرده ایستادند. همین خوب میگن، هیچ کس به آنها نرسون بد بودن این کار را. در دوام آیات الله میگه که اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینها کسانی هستند که کافر شدند به آیات های الله. الله اکبر، الله اکبر، چقدر زیبا است. پیش از این همه آیات ها، پیش از ده ها حدیث ها، ای مسلمان، انا همین لا اله الا الله که قامت میگویی پیش از نمازت، نماز میگویی 5 وقت پیش از نماز میشنوی، در تلفن های مردم از آن گذاشته است، با این ساعت های منبه بودل نکات میگذاری. انا من لا اله الا الله کلید جنت، اصل دین که به خاطرش الله همه بنده ها رو خلق کرده است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا همین لا اله الا الله، انا من خودش حجت بر تو است. حجت به تو رسید وقتی که کلمه لا اله الا الله رسید. برای که لا اله الا الله معناش نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی نیست یگان ذاتی که عبادت کرده شود، نیست یگان چیزی که عبادت کرده شود، نیست یگان چیزی که عبادت کردنش جایز باشد. یگان چیز عبادت کردنش جایز نیست. همه چیزهایی که بجز غیر الله عبادت کرده می شود انکار میکنند. یگان چیز عبادت شایسته عبادت شدن نیست، عبادت کردنش جایز نیست، درست نیست، کفر است، شرک است و خارج شدن از ملت اسلام است. الا الله، بجز یکتا و تنها الله، یعنی همه عبادت به الله است و این دعوت همه انبیاء رسول است. همه انبیاء رسول به قومشون اومدند و انا همین کلمه به دعوت کردند. شعیب، نوح پیش از همه و بعد از این همه پیامبران. و قال نوح یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، الله یگانه عبادت کرد، غیر از الله دیگر اله نداره. همه پیامبران همین دعوتشون همین بود. امروز هم وقتی که این طالب علم ها میبرند و میگن که مردم تاجیک یگانه الله عبادت بکنید، غیر از الله اله ندارید، همه این الهایی که شما میپرستید این معبودهای باطل است و این علماهایی که به شما عبادت غیر الله را جایز گفتند، مراجعت طاغوت ها به محکمه طاغوت را جایز گفتند، لشکر اینها شدن را جایز گفتند، اتئیستی را جایز گفتند، مجوسی را جایز گفتند، رافضه را برادر گفتند، قبر پرستی را جایز گفتند. اینها خائن هستند. اینها یا جاهل به حقیقت قرآن هستند یا اینها پنهان کنندگان قرآن و سنت هستند که در هر دو حالت اینها در کفر است. اینها علماء سو، نشستگان در دروازه های جهنم، دعوت کنندگان که شما را به سوی جهنم دعوت میکنند. قسم به الله اگر خائنند. سبحان الله، به یک ثمن قلیل الله میگه یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا. اینها آیات های الله را، احکام را، دین را، حقیقت را به یک ناارزشترین قیمت، به یک چیز ناچیز، به یک کاغذهای مبلغهای ناچیز فروخت. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود پیامبر بودنشون ثابت قدمی رو در دین از الله میطلبیدند و من شما وظیفه دار هستیم که ثابت قدمی رو از الله در این دین بپرست، از الله بطلبیم.
اما امروز میبینم که چقدر اهل بدعت میسوزند. الله اکبر، چقدر اهل بدعت میسوزند. من هر روز کم کمی در وقتی وقت داشتنم کانال های اهل بدعت رو میبینم و میخواهم که یک به حجت اونها نظر بکنم که کنی چی حجت دارن، میخوام ببینم که چی آداب دارن، میخوام ببینم که چی منهج دارن. قسم به الله در مدت یک چند ماهی که اینها رو سنجیده شدم، نه منهج دارن، نه حجت دارن، نه علما دارن. همه سخنهایشون ضد همدیگر است. یک روز یک سخن میگه، همان روز اخیر نشده، همان روز به آخر نرسیده، تا بیگاه یا تا سحر همین ضد سخن خودش با صحبت میکرد. این بی منهجی است. برای همین است که الحمدلله اینها دنبوریده است. دنبوریدگی اینها از همین بی منهجی اینها است. زیرا که منهج کی نشد، اینها با این همه غلاغله شون، با این همه حکاسشون، با این همه هنگاس خرانه شون هیچ جای نمیروند. این در همین درون ایما خروخر هستند. تمام. اما انکون نظر بکنید به اهل توحید، وقتی که به این گروه ها میدارم میبینم برادرها رو، الله اکبر، برادرهای ما میاد از فقه به حجت و به دلیل، از قرآن و سنت و مذهب سلف، برادر در باب عقیده، در باب حدیث، در باب تاریخ، در همه باب به منهج از مصدر معین از کتاب معلوم مشهور اعتماد سلف و متقدمین و علمای اهل سنت گپ میزند و معلوم است، همه صحبت معلوم است، مشهور است، اختلاف ها رو میگوید، حقیقت رو بیان میکرد. این منهج کجا هست و منهج این جهلا کجا است؟ این راه کجا است و اون راه؟ این راهی که اینجا هست راه اهل سنت است، راه اهل توحید است، نور است، هدایت است، خوشبختی است و خوشبویی است و نجات است و خرسندی است و انشراح صدر است و نجات از غم و غصه هاست و ظاهر شدن حق است و دور کردن شک و شبهات و حیرت است و بیرون کردن از غم و اندوه است. این راه این راهی برادرایی که دارند به منهج اهل سنت دعوت میکنند. اما اون راهی که آزری ها دارند، حزبی ها دارند، بجز راهی تاریکی، غمگینی، نافهموگی، شک و شبهه، نفاق، دردسر، شقاوت و بدبختی و دلتنگی، غم و اندوه که آخرتش جهنم است، دیگر چیزی نیست. الله اکبر. اینو ببینید، نه حجت، نه منهج و نه آداب، اصلا آداب ندارن. بله ما داریم اهل بدعت های رو که آداب دارن، ما باید اقرار بکنیم. بله بعضی از اهل بدعت های رو ما دیده بودیم که آداب دارد، اما این چنین خائن بی آداب، دروغگوی، تهمتگری، دهانویران، فحاش، لعانی که محض به خاطر همون عقیده توحیدی تو رو دشنام میتد، محض و خالص به خاطر همین دین تو رو بد میبیند، محض به خاطر توحید به تو دشمنی است، در همین حاضری ها دیدیم. همین دشمنیش فقط به خاطر توحید است. همین موحد هستی دشمنیت است، موحد نشو مشرک صوفی شو تو که دوست با که هیچی نمیگه به تو. الله المستعان. دشمنی به خودش ضررها دارد. دشمنی به حق، ای انسان به دو گوشت حلقه بکن ای عازری. دشمنی به حق به خود میوه ها و اثرها دارد، ضررها دارد. تو دشمنی میکنی، گمان میکنی که تو رو الله در یک حالت نگاه میدارد؟ هر روز دشمنیت ضرر به تو میارد، هر روز دشمنیت تو رو باز در گمراهی زیادتر باقی میماند. چقدر دشمنی به حق بکنی و اهل حق بکنی، همان قدر در باطل غوطه میزنی، همان قدر بد اخلاق میشوی، همان قدر شرمنده میشوی و همان قدر روسیا میشوی و همان قدر گمراه میشوی و از نعمت هدایت همان قدر دور میشوی. به سبب دشمنی الله انسانهای زیادی رو هدایت نمیکند. بله هستن انسانهایی که مشرک جاهل هستند، الله هدایت میکند، اما هستن انسانهایی که گمراه مشرکی که دیده و دانسته دشمنی میکنند، الله اونها رو به سبب این که دشمنی میکنند جزای دشمنیشون رو چی؟ محروم میکند. به سبب همین دشمنیشون جزای دشمنی کردن به توحید برای اونها همین است که محروم از حق هستند.
از حق محروم میشن. الله المستعان. با الله پناه میبریم از این گمراهی. بعد از این که من در اینها یک صفت دیگر دیدم، اول گفتیم جهل است، بی منهجی است، بد اخلاقی است، حقارت و دشنام است و شک و شبهات وجود دارد. و بعد از این بخل و حسد رو در اینها خیلی زیاد دیدم. دیروز یک نفر عبدالله که یک وقت در همین جا تقریبا روز جمعه بود، در همین جا قطعی عبدالله صحبت کردیم. عبدالله الحمدلله منهج اهل سنت رو بیان کرد و امیدواریم که باز در منهج ثابتش بکند و باز فهمش وسیع‌تر بکند. در بین همین گروه هست، در بین این گروهی جهلای شرمنده های دشمنای الله، همه یک 5-6 نفر به همون عبدالله هجوم دارن. میدونید به خاطر چی؟ برادر عبدالظاهر و یک چند نفر دیگر برادر بودند. به خاطر اینکه عبدالله یک نفر را حفظه الله گفته است. آب دهان آذری ها خشک است، گلهاش قاق است، زبانهاش از دهانش بیرون است، گریه دارد، ناله دارد که ای عبدالله، آخر تو در پهلوی ما بودی، چرا رفتی این مدنی رو حفظه الله گفتی؟ و عبدالله هم میگوید که باز میگم باب کردم، انا با یک بار دیگر میگم حفظه الله. الله المستعان. اگر من برادر عبدالحق حفظه الله گم، عبدالظاهر حفظه الله گم، فهم عقیده حفظه الله گم، فحکم حفظه الله گم، برادر محمد و دیگر برادرهای حفظه الله بگم، قسم به الله اینها میمرند، همدیگر احترام کنیم میمرند. انا اکنون فهمیدید این موالات چقدر عبادت بزرگ است؟ این موالات خودش اول عبادت بزرگترین است، اصل دین است. همین موالات، یعنی موالات چی؟ به خاطر الله دوست داشتن دوست الله. یک کس رو که میبینی که الله همونو دوست می‌دارد، یعنی موحد الله دوست می‌دارد، پس تو هم همونو دوست می‌داری، احترام میکنی، سر و اسرارش میپوشونی، بعضی کمبودی‌هاش میبخشی، برادری میکنی، زیرا که اصلش اصل است، اصلش توحید است. پنهان میکنی، دوستی میکنی، نصیحت میکنی و غیره. و حفظه الله میگویی، بارک الله فیه میگویی و غیره. این موالات است. انا همین موالات که اصل دین است، ضربه شدید بر منافقین است. چخیلی که منافقین در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم غضب میکردن که چرا انا همین اهل مدینه که اوس و خزرج هستند اینقدر این از اهل مکه قمبغل و فقیر و گدو آمده ها را بالای سر میکنند. محمد اینقدر بالای سر کردن صلوات الله ربی و سلام، ابو بکر و عمر از اینقدر بالا میکنن گویان منافقا در مدینه دل جگرشون میسوخت. یکی از اونها عبدالله ابن ابی ابن سلول، اخیرش دلش طاقت نکرد، رفت به سوی مکه. در مکه گفت که لنخرجن الاعز منه الاذل. مشرکا به وعده داد که انکون حاضر میرویم به مدینه، مدینه عزت و خورهای جدا میکنیم، یعنی مهاجر و مسلمان های ذلیل گفت، خور گفت پیامبر صلی الله علیه و صحابه. حالا وای نآمده، حالا از مکه نآمده، آیت نازل شد، همه منافق بودنش آشکار شد و همه فهمید. منافقا همون سرکرده منافقین، از همه بزرگترین منافقین، اولین و بزرگترین منافقین کی بود؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول. حتی به نام مادرش ذکر میشد، برای اون که عبدالله ابن ابی و ابن سلول خوب برای شناختن. همین به خاطر چی منافق شده بود؟ منافقی که کفر اکبر است، یعنی به کفر اکبر واقع شد. به خاطر چی؟ به خاطر بخل، حسد. به پیامبر بخیلگی کرد، حسد کرد. به ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگر صحابگان مهاجر حسد کرد، بخل کردند، حسد کردند، طاقت نتوانستند طاقت کرده که اینها اینقدر عزت پیدا کردین زمینی با اینی. و همین بخل، بخیلگی و همین حسد سبب شد که کافر بمیرد، کافر بشد. قسم به الله
این عذری ها رو ما دیدیم که حسدشون به درجه اینقدر بالا رسیده است که همین به یک گفتن حفظه الله دادی فیغان کرده، دشنام کرده، گریه کرده، دولینی و بعضیش فشاراش بلند شده، غیلیده رفته است. الله اکبر. به یک کلمه، اینقدر این کلمه بزرگ است. خیلی پیامبر میگن انمین برداشتن انگوش در تشهد، اشهد ان لا اله الا الله، از اولی تشهد تا آخر تشهد، لهی اشد من الشیطان من الحدید میگن. همین برداشتن اشاره سبابه برای شیطان از آهن زدن به شیطان سخت‌تر است میگن. دردی رنج سخت به شیطان میارد. ابا اوزیریو، من این گریه و جگرخون شدنی این اوزیری ها را دیدم، رحمم به اوزیری اومد که به حلقوم اوزیری ها یک چکره آبی تازه باشد که یک کس چک کند، در دهانش آب نیست، زبان به کام میچسبد، گریه دارد که او عبدالله التماس همین ما چی گویی بگو، همه حقارت بیکن، لیکن همون آدم یا شریکا و دوستاشو همون گروه حفظه الله نگو، التماس میگه. الله المستعان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت از آن الله است و از آن رسول الله است و از آن مؤمنین است، ولی منافقون نمیدانند، ولیکن منافقون بیخبرند. هذا من فضل ربی، این از فضل رب من است، از فضل رب موحدین است که به همه موحدین عزت داده است. و جواب ما به شما کوتاه است، موتو بغیظکم، موتو بغیظکم، موتو بغیظکم، با همین حسد و بخلتان بمیرید، با همین حسد و بخلتان بسوزید، با همین حسد و بخلتان جگرهایتان خون بشود. همین جزای الله برای شما کافی است که شما 24 ساعت جگرخون هستید. قسم به الله، موحد خواب میکند در حالتی که ذکر میکند و آرام است و خرسند است و به هیچ کسی نه بخل دارد، نه به فضل الله داده حسد میکند، به تقدیر الله راضی است، زیرا که موحد است و ایمان به قضای قدر دارد. اما توی عازری، توی صوفی مشرک حزبی که به فضل الله داده راضی نیستی، به تقسیمات الله کرده راضی نیستی، تو به الله ضدیت میکنی، به تقدیر حال ایمان ناوردی، به نیکی و بدی، تو یگانه راحت جگرخون شدن است. جگرکات خون میشود، از بینیات خون میبراید، دلکات میکفت، فشارت بالا میرود، لیکن دیگر حالت ای فایده ندارد، نه به خودت نه به هیچ. این جگرخونی رنگ زردی فقط برای خودت است. شما بدانید که ما از این صحبت های شما غیر از اجر، از این تهمت های شما غیر از ثواب، غیر از بالا شدن رتبه و درجه دیگر هیچ چیزی نمیگیم. به ما ضرر ذره نیست. ما هیچ کسی رو به سوی حقارت و دشنام دعوت نمیکنیم، لیکن کسی که کرد، ما حدیث داریم روز قیامت یا ثوابش رو میدهد. ثواب نداشته باشد، مشرک که ثواب ندارد، اینو که ثواب ندارد، گناه به بالاش زده میشد، گناهی من به بالا زده میشد. حسن بصری رحمه الله، یکی از کبار تابعین، برایشون خبر آمد که یا حسن یشتمک هذا الرجل، انا این مرد تو را دشنام میتید، تو را حقارت میکند. حسن بصری گفتند که من این خرما و این میوه رو ببر به همون از نام من هدیه بکن. گفتند که آخر تو رو او دشنام میتید، تو به او هدیه میدهی، میوه میدهی؟ حسن بصری گفتند که بله، برای آنکه او گناهی مرا میگیرد. این رحمت الله به من است که همچنین انسان ها را الله خلق کرده است که گناهی مرا شب و روز به گردنشون میگیرد. الله اکبر. این منهج سلف ببینید. قسم به الله، رحمت الله برای موحدین از همه جانب سرازیر است. یکی از جانب همین است که بیهوده شما رو دشنام داده میستن، بیهوده شما رو دشنام داده میستن، گناه شما رو گرفته میستن. اما به شما نصیحت ما همین است که زبان خود را به این عذری ها آلوده نکنید، اینها را دشنام نکنید تا همون زمانی که مثلا بی مثل باشد، مثلا بی مثل باشد بکنید و غیره.
آیا به سگ زبان آلوده کردن، بخر هر هنگوس خر برآمده بخر گپ زدن، آیا همون حقارت دشنام کردن؟ نه، این درست نیست. اگر حقارت کرد بله جواب بدید، نه باشد هنگوسی که او همیشه دارد، او بیچاره خور میسوزد. ما حرکت داریم که خون جگری او را پایان کنیم، حرکت داریم که انشاءالله مسلمان شود، یک آرام شود، جگر خون شویش پایان شود. نمیفهمد هدایت در دست آخر من نیست، در دست شما نیست، در دست الله است. یهدی من یشاء، کسی رو خواهد هدایت میکنه. الله با پیامبر گفت که انک لا تهدی من احببت. ای محمد، تو هر کسی رو که دوست داری هدایت کرده نمیتونی. دوست داری اما هدایت نمیتونی بکنی، هدایت در دست الله است. الله اکبر، الله اکبر. و بعد از این میبینیم که همین بخل و همین حسدشون سبب میشود که در حق موحدین تهمت ها میزنند، تهمت ها را میزنند. چخیلی که قریشی ها در حق رسول الله تهمت ها زدند. پیامبر ساحر گفتند، صلی الله علیه وسلم کاذب گفتند، کذاب گفتند، تفریق انداز گفتند و مجنون گفتند، دروغگو گفتند. همیش به خاطر کبر، بخل، حسد، عناد و دشمنی بود. اینها هم عیناً همش فرزندان مشرکین، عیناً همون منهج ابو جهل، ابو لهب. هر کس به قدر استطاعتش می درآید شما رو دشنام میدید. بوکه نداره. پیامبر چگونه جواب داد؟ ما هم همگونه جواب میدیم. لیکن الحمدلله امروز مردم عقل دارند، امروز مردم حق و باطل رو می توانند جدا بکنند. ما به مردم میگوییم که انا همین عالم، دنیا برای هر یکی من شما یک مراتب است. عقیده بودیست و صوفیست و رافضه ببینید میگه که انسان گشته و برگشته با تولد میشود، بله انسان مرد باز به روحش به دیگر کودک میانداخته میشد. عقیده هندوس و غیر رافضه ها هم همین عقیده را دارند، غولات صوفی. ما این عقیده را نداریم. ما میگیم که انسان یک مرتبه آفریده، انسان آفریده شد. هر یک انسان فرصتش، وقتش همین یک مرتبه بعد از تولد از مادر تا روزی مردنش است. نیک کردی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ذره خیر کردی که اصل خیر توحید است، در نزد الله میبینی. ذره فمن یعمل مثقال ذره شر یره. بد کردی در نزد الله میبینی. آیا شما آماده اید ای مردم؟ آیا شما راضی هستید ای مردم که انمین یک مراتبه حیاتی که الله به شما داده است، یک فرصتی که الله به شما داده است، یک وقتی کمی که الله به شما داده است، همین وقت بیهوده بگذرد، همین وقت با دوری از الله بگذرد، با دفاع مشرکین بگذرد، با جماعت های گمراهین بگذرد؟ آیا شما راضی هستید که در همین فرصتی که الله به شما داده است به الله جنگ کرده وفات کنید؟ آیا شما راضی هستید که در همین فرصتی کوچک وقتی کمی که الله به شما داده است لشکری طاغوت دشمنی الله به الله بجنگید و بمیرید؟ آیا شما راضی هستید؟ اگر راضی باشید، راه رو اختیار کردید، ان شاء الله سبحانه و تعالی در نزد الله حقیقت رو که وقتی دیدید، در اون وقت دیگر وویلوی شما فایده ندارد. یقینا بدانید که میبینید، جزای رو میبینید. اما اگر راضی نباشید، اگر شما ایمان داشته باشید که جنت است، دوزخ است، الله حساب کتاب میکند، روز قیامت است، اگر ایمان داشته باشید، اگر زنده باشید، همین سخن ما به شما رسید، توبه بکنید. توبه بکنید. توبه ترک بکنید. یعنی توبه چی؟ ترک بکنید. کفر، شرک، طاغوت پرستی، مبارزه به حق، دروغگویی، دشمنی به اهل توحید ترک بکنید. فوراً زود ترک بکنید. بعد از این از گذشته هایی که از دشمنی که کردید توبه بکنید، پشیمان شوید و این گناه و شرک بازگشتن رو بازگشتن به جهنم بدانید و بعد از این به سوی حق مردم دعوت بکنید.
اگر مسلمان باشید مرحمت. همین کلمه لا اله الا الله را دربارش خوب فکر بکنید. کلمه اسلام را دربارش فکر کنید. همین کلمه لا اله الا الله فکر کنید که نیست معبودی برحق بجز الله، از دو چیز عبارت است. فقط شما ایمان به الله نبید که همین به ایمان آوردید، لیکن از دو چیز عبارت است. یکش انکار غیر الله است و دشمنی به اونها، و اثبات الله و دوستی هر چیزی که الله دوست داشت و مولات. و بعد از این اسلام، همین کلمه ای که اسلام است، تو شما خود را مسلمان میگید و خود را از اسلام میگید که دین الله است. این الدین عند الله الاسلام. دین در نزد الله اسلام. اسلام چیست؟ صوفی و عازری میگه که اسلام تسلیم شدن است، تمام. لیکن این لغویش است. الله و رسول چی گفتند اسلام رو؟ علما چی گفتند اسلام رو؟ تسلیم شدن به الله در توحید است. الاستسلام لله بالتوحید. تسلیم شدن به الله در همه نمود توحید، ربوبیت، الوهیت، در آفرینش یکتا بودن الله، در عبادت یکتا بودن الله، در اسما و صفات یگانه بودن الله، و در حاکمیت و در این چنین متابعت. الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه. پابرجا بودن در طاعت و عبادت الله و گفته های الله اطاعت کردن، تغییر داده، تحریف کرده، مبارزه برده، تکذیب نه، قبول، سمعا و طاعت. و براءت من الشرک و اهلی. براءت کردن از شرک و اهل شرک. عازری ها رو میبینید که نه استسلام به توحید دارد، نه انقیاد به طاعت میکند، نه براءت از شرک دارد، نه از مشرکین دارد. سبحان الله. همه انسان خودش رو یک به همین قاعده اندازد و خودش رو بسنجد که کدام در کدام حالت است. صحبت من خیلی طولانی شد. بار دیگر برادرهای زیادی طالب علمایی که هستند، الله در حقشان دعا میکنیم که الله حفظشون بکند، الله همه ما را صوب القدم نگه بدارد. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إننا نسألك الخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النذر إلى وجهك الكريم. ونسألك لذة النذر إلى وجهك الكريم. ونسألك لذة النذر إلى وجهك الكريم. لذة النظر کردن به وجه کریمت را از تو میطلبیم. یا الله، یا اول والآخر والظاهر والباطن، یا حي یا قيوم، یا ذو الجلال والإكرام، یا بديع السماوات والأرض. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين. اللهم اخزأ، اللهم دمر، اللهم دمر أهل البدعة، اللهم دمرهم وكسرهم واهدهم. اللهم يا رب العالمين واظهر الحق، اللهم اظهر الحق. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ طلاب أهل السنة والجماعة. اللهم احفظ دعاة أهل السنة والجماعة. اللهم احفظ طلاب أهل السنة والجماعة. اللهم احفظهم وبارك فيهم ويسرهم واجعل لهم ذرية صالحة. اللهم وفقهم بكل خير، وفقهم بعلم نافع، وفقهم بالأمن والأمان، واحفظهم، وفقهم في الدنيا والآخرة، واجعلهم من ورثة الأنبياء والصالحين، واجعلهم من أهل الجنة. يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم زد وبارك علماء أهل السنة والجماعة،
اللهم زدهم وبارك فيهم، واجعل أبناءهم أولادهم بناتهم علماء أهل السنة والجماعة، واجعلهم ممن يرفعوا لا إله إلا الله يا غفور يا رحيم. اللهم احفظهم وبارك فيه ويسرهم، واخذل عدو علماء أهل السنة والجماعة. اللهم واخذل عدوهم يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.